دانشجویان و آموزگاران لیسه کسبی تکنیکی شهر ترسونزاده با گذراندن یک چاله‌بینی فرهنگی فراغتی بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در موضوع تاجیکستان وطنی نوروز است تجلیل نمودند. مامورات و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده همه طالب علمان آموزگاران لیسه را با این جشن پرشکوه تبریک و تهنیت گفته قید نمودند که نوروز یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های قوم آریایی و مردم فارسی زبان است. حکمت نوروز آنچنان قوی است که از محدوده مردمان فارسی زبان فراتر رفته به یک جشن فراملی در مشرق زمین تبدیل یافته است. خوانندگان لیسه با رقص و سرودهای جالب، صحنه‌چینی هجوی نوروزی، دوبیتی‌های نوروزی خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. احیای عجم آمد، نوروز جهانی شد. شش قطعه و هم آمد، نوروز جهانی شد. نوروزی عروسی سال با شربت استقلال، با لطف و کرم آمد، نوروز جهانی شد. ای خلق علم دیده، بس کلفت و غم دیده، بیرون زی حرم آمد، نوروز جهانی شد. مقصد گذراندن چاله‌بینی نوروزی این نگاه داشتن و انکشاف دادن فرهنگ و عنعنه‌های ملی، آموزش تاریخ و تحکیم مراسم و عیدهای عنعنوی و در روحیه وطن‌دوستی و افتخار ملی تربیت نمودن خوانندگان میباشد. در برابر به استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان ما همه جشن‌های ملی از نو احیا گردیدند و یکی از این جشن‌ها جشن بین‌المللی نوروز می باشد که در این روز یعنی روزی نو، روزی که در همه خلق ملت‌ها یعنی که کینه و عداوت را یک طرف مونده خیر و سخاوت کنند و ما آموزگاران نیز می‌خواهیم که نسل نورس رو در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تربیت نماییم. در انجام چاله‌بینی مامورات و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با آموزگاران و خوانندگانی که در سطح بلند آماده نمودن برنامه فرهنگی معرفتی جشنی سهم سزاوار گذاشتند اظهار منتداری بیان نمودند.